دیگه اینترنت استفاده نباید. از خبرهای جهانی ما سست میمانیم البته. این چیزی اساسی است و از رویدادهای حادثه‌های جهانی هم سست میمونیم. برای همین شاید باز کمتر استفاده بریم. حاضر در یک ماه 20 تومانی استفاده می‌برم. اوضاع است که گویا اینترنت قیمت میشه بعد قیمت چیدم نفری که ما در کار از خارج زنگ میزنن خواهش میکنیم که برای زنگ بزنن اینترنت راست دیگه خیلی هم باشد نباشد برای صرف مصرف خواندن فرزندای یک بالا کردن میکنیم. Я не хочу пользоваться интернетом, когда подорожал, тем более здесь. И даю совет каждому, чтобы не пользоваться. Ничего страшного, я пойду где-нибудь, если Wi-Fi бесплатно будет, там зайду. بعد روسیه زنگ بزنیم که خیلی نرخ روسیه 1 سومون و 20 درم بود، اونجا 1 سومون و 25 درم بود. دیگه مثلا همین اینترنت و اونی که مثلا ما مجبوریم اینترنت کار میکنیم و فکرم نسبتا نرخ‌ها زیاد شده زمین گرم است. چون که نه همه قدرتش میرسه ما بودجه میگم سو دولت معاش میکنه از این کاربران ما باز نمیکنه. یگان لیگوت ندارد نه برای پنسیونران یکی چقدر خدمت کردیم چیز حساب نمیگیرد. ممکن ولی نباشد چیکار میکنه؟ کمتر کرد میزنه. نمیدونم. راست گپ خودم حیران موندم نمیدونم ببینم. شرایط باشد وای باشد ضرورم باشد مجبورم که کنم. شخصا خودم بغیر از کار فیرما برای شخصا خودم 100 سومونی استفاده میکردم. حاضر موقتا من اینترنت قطع کردم استفاده نمیکنم برای اینکه بودجه ندارم.